یه حدود 1 ساعت و نیم بود آقای دایی. آقای دایی سابق خیر عزیزم، شب بخیر. برو لالا. آقای دایی از بس وایسادیم باید بریم لالا کنیم. این نصف شب شد انقدر تیمو نگه داشتی تو دست. بنده خدای راستگو این همه وایساده اونجا میگه برو لالا کن. شما یه چیز، شما کجای دنیا الان ایراد میگیری به روزنامه آقای فتح‌الله زاده؟ کجای دنیا دوربین میاد پایین رختکن دنبال بازیکن یا مربی را میفته؟ ایران دیگه. ایران. آها. شما دیدی ایران؟ پس شما ببخشید واسه کار خودت اول باید درست بکنی، بعد بیای چیزای دیگر رو درست بکنی. اینجا ایران دیگه و به هر همه چیز آقا شما دیدی ایران کار ببخشید چشه ما میگیم ایرانه؟ همین خود ماهاییم که عذر میخوام یه چیزی رو از درست نمی کنیم هم میگیم ایرانه دیگه. بی خیال این بی خیال اون همه چی همینجوری میشه دیگه. شما اگه خبرنگارت بگی گزارشگرت بگی که آقا اینجوری بکن، بیا تو این زونی که معبده‌ای که گذاشتن مصاحبه بکنن، بیا اونجا کنفرانس مطبوعاتی منم یه قدم بردارم، من یه کار مثبت انجام بدم، همه اینا دست به دست هم میده. میبینیم بعد سالها، نه اینکه همین امروز و فردا، بعد 10 سال 20 سال خیلی مسائلمون حل.